چرا هادی چوپان تو مستر المپیا دوم شد و به حق خودش نرسید؟ بدنش در حد کافی آماده نبود، قربانی سیاست شد، ماجرا چی بود؟ پس بریم که با هم دیگه بررسی کنیم. دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این یکی دو روزی که از مستر المپیا میگذره و حتی قبلش خیلی عجیب بود که هادی چوپان تونسته این همه آدم رو جذب کنه به بدنسازی و کسایی که اصلا حتی یه روز باشگاه هم نرفتن پیگیر بودن که هادی چندم شد، داستان چی شد، چرا هادی دوم شد و گفتم که بهتره توی ویدیو بررسیش بکنیم ببینیم اصلا چه داستانایی باعث شد که هادی توی این مسیر موفق نباشه و دوم بشه. اگه بخوایم شروع کنیم داستانو اینطوری باید بگیم که ما توی مسابقات بدنسازی یه معیار دقیق نداریم. یعنی درسته که ما میایم برای مثلا دسته بیلدینگ یه معیار میذاریم که بدن باید عضلات گرد باشه، خیلی پر باشه، حالا یه کات خوبم داشته باشه، ولی خب ته داستان اینه که ما مقیاس خاصی نداریم مثل وزنه برداری که مثلا بگیم فلان ورزشکار مجموع وزنی که زده 400 کیلوه، اون یکی ورزشکار 410 کیلو، پس اونی که 410 کیلو زده برنده است. متاسفانه ما توی بدنسازی همچین معیاری نداریم و الان که میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که مشکل کار از کجا بود که هادی دوم شد. خب دلایل متعددی میتونه باشه، به خصوص اینکه بعد از این داوری و بعد از اینکه نتیجه اعلام میشه دلیلی بهت ارائه نمیدن که تو چرا دوم شدی. پس میتونه دلایل خیلی مختلفی داشته باشه که با هم دیگه بررسی میکنیم و میشه هر احتمالی رو داد. ما میایم به دو تا بخش تقسیم میکنیم داستانو. بخش اول در کل از نظر فنی، یعنی از نظر بدن، که بدن چه عیب و نقصایی داشت، کجاش مشکل داشت، تو چه فیگورایی باخت، و حالا بخش دوم هم میره توی حاشیه و سیاستایی که هست و در کل مسائلی که مربوط میشه به مستر المپیا و کسایی که این مسابقه بزرگو که میشه گفت بزرگترین لول بدنسازی دنیا هست رو برگزار میکنن. خب اگه ما بخوایم بیایم از لحاظ بدن بررسی بکنیم، خب سه تا مدعی اصلی داشتیم: هادی چوپان، ریک لانسفورد و سامسون داوودا که سه تا مدعی اصلی بودن و حالا رقابت میکردن برای اولی، دومی و سومی. سامسون داوودا رو که زیاد راجع بهش صحبت نمی‌کنیم، ما می‌خوایم راجع به نفر اول و دوم صحبت بکنیم که توی بدن‌ها حالا چه نقاط ضعفی بود، چه نقاط قوتی بود و کل اصلا در کل ماجرای بدن‌ها چی بود. مسابقات توی دو تا راند برگزار میشه، یه راند مقدماتی داریم و راند فینال. اگه بخوایم توی راند مقدماتی بررسی بکنیم، خب هادی مثل همیشه توی راند مقدماتی با یه بدن یکم آبدارتر ظاهر میشه، یعنی اون کات 100% رو توی راند مقدماتی نمیاره و این منوال هر سال بوده. ولی میشه گفت امسال یک مقداری افت داشت توی این زمینه، یعنی اون حداقل کاتی که باید توی راند مقدماتی می آورد خیلی جالب نبود و بدن آبداری داشت، به خصوص توی نمای پشت. نمای جلو خیلی خوب بود، ولی توی نمای پشت خصوصا توی باسن، پشت پا و قسمت پایین کمرش بدن آبداری داشت و نکته‌ای که هست اینه که میشه گفت بیشتر روند کار توی راند مقدماتی بسته میشه و فینال یه مقدار خیلی کمی میتونه توی نتیجه تاثیرگذار باشه که به نظر من با اینکه بخوایم پکیج کامل رو بررسی بکنیم، بله هادی چوپان از ریک لانسفورد بهتر بود، ولی همین اینکه هادی 100% خودش رو نیاورده بود و اینکه یک مقداری توی این قسمت ها ضعف داشت خودش میتونه یه دلیلی باشه برای اینکه بخوان هادی رو دوم بکنن. اگه بخوایم توی فیگورا بررسی بکنیم، توی دو تا فیگور هادی کاملا واگذار کرد نتیجه رو، یعنی توی دو فیگور از 8 فیگور اصلی، توی فیگور جفت بازو از پشت و فیگور پشت بازو از پهلو هادی نتیجه رو واگذار کرد و واقعا ریک لانسفورد ورژن خیلی بهتری رو ارائه کرد توی این دو تا فیگور
ولی خب میگم توی 6 تا فیگور بعد هادی برنده بود، کاملا برنده بود، با قاطعیت برنده بود. شکمش خیلی از لانسفورد بهتر بود، ولی باز همین 2 تا فیگور میتونه یه مقدمه‌ای باشه برای اینکه هادی رو بخوان دوم بکنن. و درک واقعا امسال از لحاظ پشت پهن‌تر شده بود، کات بواسنش بی‌نظیر بود، کات پشت پا فوق‌العاده. و اگه دقت بکنید توی قسمت پایین کمر، همون لوور بک، واقعا درک لانسفورد بهتر بود و پشت پرجزئیات‌تری هم داشت. توی سرشونه هم اگه دقت بکنید، سرشونه پرجزئیات‌تری نسبت به هادی ارائه کرد که ما اصلا یه چیزی داریم، یه اصطلاحی داریم، میگیم فیگور پشت برنده رو مشخص میکنه. یعنی فیگور پشت خیلی فیگور حساسی هست و به هر حال نمیتونست بی تاثیر باشه اینکه لانسفورد توی این فیگور خیلی خوب ظاهر شد و حالا در کنار ضعفایی که داشت میتونست یکی از دلایل بردش باشه. یه موضوع دیگه که خیلی نظر منو جلب کرد، چون من راند فینال رو دیدم، اینکه ما هادی رو به عنوان یه فیگوریست خیلی خوب میشناسیم و واقعا توی فیگورگیری بی‌نظیره. احساس میکنم توی این دوره از مسابقات یه مقدار اون استرس بهش غلبه کرده بود. به هر حال خب ما به عنوان کسی که مسابقه رو تماشا میکنیم خب نمیدونیم که اون ورزشکار داره چه فشاری رو تحمل میکنه، ولی واقعا میشد فهمید که استرس داره. این توی فیگورگیریش نشون میداد کاملا یک مقدار ضعف داشت توی فیگورگیری، یعنی یه مقدار فیگورا رو دیرتر میگرفت و من یه مقدار احساس ضعف کردم توی فیگورگیری هادی، با اینکه ما اونو به عنوان یکی از بهترین فیگوریستا میشناسیم و کسی که رو فیگوراش همیشه مسلط بوده. به نظر من توی این دوره فیگوراش یک مقدار جالب نبود. به طور کلی اگه بخوایم از لحاظ بدن، صرفاً از لحاظ بدن بین نفر اول و دوم تصمیم بگیریم، 100% برنده رقابت هادی چوپان بود. یعنی نمیشه صرفاً گفت به خاطر اینکه توی یه فیگور درک لانسفورد بهتر بوده پس برنده است. نه، اینطوری نیست. توی بیشتر فیگورها هادی چوپان برنده بود. کات خیلی خوبی توی نمای جلو داشت، حالا با اینکه مقدار نمای پشت آبدار بود ولی از نمای جلو کات فوق‌العاده‌ای داشت. 4 سرا خیلی نسبت به سال گذشته تغییر کرده بود، سرشونه‌های پهن‌تر، شکم و موربیاش که اصلا همیشه توی چش زبون زده. از لحاظ بدنی من همونطوری که توی پیج اینستاگرام من گفتم قبل از مسابقه هادی اول بود و اصلا شکی توش نبود. همونطور که خیلیاتون دیدید قبل از مستر المپیا خیلی از اسطوره‌های این رشته، خیلی از بزرگان این رشته مثل جی کاتلر، مثل فلکس ویلر، مثل رونی کولمن یا خیلی از مربی‌های دیگه اومدن نظر دادن که کی اوله، کی دومه، کی چقدر پیشرفت کرده و یه جو ذهنی ایجاد شد برای اینکه هادی قرار نیست امسال اول بشه. هیچ کس نمیدونه پشت پرده داستان چی بوده. یعنی ممکنه حرفایی که من میگم هم درست نباشه، ولی ما باید همه احتمالات رو بررسی بکنیم و به نظر من یه جو ذهنی رو القا کردن که نه امسال قرار نیست هادی اول بشه و میتونست بی تاثیرم نباشه. این حاشیه‌هایی که قبل از مستر المپیا ایجاد میشه و نظراتی که میدن در مورد بدن‌ها میتونه خیلی تو این داستان تاثیرگذار باشه. از همه این داستان گذشته چیزی که من فکر میکنم از مهمترین دلایلی بود که هادی امسال نتونست اول بشه و به حقش برسه خود تشکیلات مستر المپیا است. شاید خیلیاتون درک درستی از مستر المپیا و این تشکیلاتی که میاد مسابقه رو برگزار میکنه نداشته باشید، ولی این نیست که صرفاً یه سری حالا افراد، کسایی که تو این سازمان دستن در کارن فقط بیان یه مسابقه رو برگزار کنن. نه، تمرکز این تشکیلات، تمرکز مستر المپیا روی درآمدزاییه، روی تبلیغاته و اصلا از همین راهی که اسپانسر جذب میشه، اسپانسرها میتونن پول در بیارن و اون جوایزی که پرداخت میشه و بتونن عوامل برگزاری مسابقه رو ساپورت بکنن. کل سیستم مستر المپیا بیشتر تمرکزش رو اینه که به نوعی بیان این تنور مسابقه رو گرم بکنن و این باعث میشه که در کل صنعت بدنسازی رشد بکنه. میدونید که صنعت بدنسازی خیلی پردرآمده و وقتی شما بیای این مسئله رو داغ بکنی، یکی مثل هادی چوپان بیاد این مسئله رو داغ بکنه، همه مردم جذب بشن به سمت بدنسازی، خب از اون ور شرکت‌های مکمل فروشی مکمل بیشتری میفروشن،
کلی ذینفع است تو این داستان که همه سود خودشون رو میبرن و کل داستان روی همین میچرخه. کاری که هادی چوپان توش خیلی ضعیف بود، یعنی اصلا سمت مجازی نیامد. چیزی که تشکیلات مثل المپیا میخواد اینه که شخصی که میاد تو این داستان جزو مدعیا قرار میگیره هادی چوپان، کسی که یک مثل المپیاست، یک بدنسازی توی دنیاست و خیلی چشم روشه، خیلی افراد میشناسنش، باید خیلی فعالتر باشه توی فضای مجازی، توی اینستاگرام، توی یوتیوب، بتونه خیلی بهتر این تشکیلات رو بالا ببره، بدنسازی رو بولد بکنه، کاری که هادی چوپان نکرد و خیلی طبق همون چیزی که خودش گفت توی مجازی نبود. گفت من ویدیو نمی گرفتم، توی مجازی نبودم، فقط تمرین کردم، تمرکزم روی تمرین بود و میشه گفت یه بخشی از ماجرا رو از دست داد، به یه نوعی نتونست زبون تشکیلات مثل المپیا بشه و میتونه از دلایلی باشه که توی این داستان دریک لانسفورد خیلی بهتر عمل کرد از هادی چوپان، یعنی چه از لحاظ کری خوندن و چه از لحاظ ویدیوهایی که میذاشت، چه از لحاظ اینکه خیلی این کلکله رو داغ‌تر میکرد، تنور رقابت رو داغ‌تر میکرد، ویدیوهایی که توی یوتیوب میذاشت و همه اینا باعث میشه که این تشکیلات بولدتر بشه، بدنسازی بولدتر بشه. شرکتایی که اسپانسر مثل المپیا هستن، شرکتای مکمل سازی، اینا همه بتونن رشد بکنن، درآمد بیشتری داشته باشن. به هر حال اون جایزه‌ای که به نفر اول مثل المپیا میدن، اون $400,000 از سود همین شرکت‌ها میاد، یعنی همین شرکت‌ها تأمین میکنن و مسئله‌ای که متاسفانه هادی چوپان خیلی توش بد عمل کرد، به خصوص این که توی ایران زندگی میکنه، توی آمریکا نیست، نتونست خیلی خودشون خوب معرفی بکنه، به زبان انگلیسی تسلط نداره و از کسی هم کمک نگرفت تو این زمینه که بیان روی اینستاگرامش کار کنن، روی یوتیوبش کار بکنن و همش توی ایران بود و کار خیلی خاصی نکرد، برخلاف ورزشکارایی که اگه ما بریم توی دوره‌های قبل بگردیم، کسایی مثل جی کادلر، مثل رونی کولمن، تورنمنت‌های مختلف شرکت می‌کردن، خیلی سعی می‌کردن جف‌سازی بکنن، سمینارهای آموزشی زیادی می‌ذاشتن و هادی چوپان متاسفانه میشه گفت 50%ش به خاطر اینکه توی ایران زندگی میکنه نتونست همچین کارهایی رو انجام بده و شک نکنید که این داستان به شدت توی عنوانی که گرفت تاثیرگذار بود و هادی به بدنش نباخت، به همین مسائلی که براش به وجود اومد باخت. در نهایت اگه هادی چوپان بیاد برای سال بعد برای المپیای 2024 برنامه‌ریزی دقیق داشته باشه، طبق همین تلاش و کوششی که همیشه ازش دیدیم پیش بره، بدنه پیشرفت بکنه نسبت به امسال و یه ورژن خوب بیاره مثل امسال و از اون طرف بیاد سوشال مدیا رو جدی بگیره، کار بکنه روی این زمینه، توی تورنمنت‌های مختلف شرکت بکنه، با اینکه دیگه راه برای هادی چوپان باز شده و از نظر ویزا و این مسائل مشکل خاصی نداره، میتونه تو سال دیگه موفق بشه دوباره عنوان اولی رو بگیره و اینکه یه مقدارم از شیطنت‌های هادی باید کم بشه. توی کنفرانس خبری حرفایی زد که شاید خیلی برای آمریکایی‌ها جالب نبود و کوریایی که هست، ولی خب به نظر من یک مقدار باید محتاط‌تر پیش بره و توی این تشکیلات بیشتر حواسش جمع باشه که عمر ورزشی خودش رو از دست نده. مرسی ازتون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. اگه صحبتی، حرفی، سوالی، چیزی هست میتونید تو کامنت ها بپرسید. خوشحال میشم نظرات شما رو هم بدونم، چه اگه هم نظر من هستید چه نظرتون مخالف منه و دمتون گرم که حمایت میکنید. همتون اینجایی.